السلام علیکم هموطنان گرامی که اکثر هموطنان ارزنده افسوس که امروز در غربتند و وقتی که درباره استقرار صلح در تاجیکستان میگویند همین طرف موضوع به خاطر میآید و میگویند که همون صلح یعنی استقرار نشده بود. یعنی صلح تاجیکستان بسیار امید و آرزوی بزرگ در دل تاجیکان بود. ما که از سال 1992 در روسیه زندگی داریم به سر میبریم، میدانستم که سالهای 90 ما خیلی آرزوی در دل میپروردیم که یک روز صلح میشود و به وطن برمیگردیم و وقتی که شرطنامه صلح امضا شد چنین آرزو هم داشتیم، چنین یک باوری هم بود که اکنون به سرزمین تاجیکستان صلح آمد و صلح استقرار شما بازگشتیم. ولی افسوس که از تخمین از سال 2010 اگرچه اون دیگر بازی‌های داخلی حکومت که از روزهای اول با عهد شکنی کرده بودند این از دیگر موضوع است، ولی ما همچون تاجیکان بیرونه تا سال 2010 امید داشتیم که شاید برمیگردیم به وطن، ولی بعد از آن دیدیم که هم عهد شکنی شد و سرازیر رفت اون آرزوها و امیدهای تاجیکای برون مرزی. دیگر ما گفته نمیتوانم، شخصا من گفته نمیتوانم که در تاجیکستان صلح و استقرار هست. استقرار همان صلح هست. البته نتیجه مثبتش همین بود که در دل تاجیکان، در دل تمام تاجیکان دنیا یک امید پیدا شده بود که به قول اساس گذاری همان صلح تاجیکستان شادروان سید عبدالله نوری، احمد شاه مسعود، ربانی، به قول همونا که تاجیکستان خانه امید تاجیکان دنیا می شود. همین قدر چیزی مثبت داشت. ولی دیگر منفیش این بود که از روزهای اول وقتی که از طرف حکومت عهد شکنی شد، نه طرف مخالفینی که اومده به شامل شده بودند به حکومت، نه از طرف دولت‌های کفیل صلح تاجیکستان هیچ اعتراضی نشد نسبت اون عهد شکنی ها از طرف حکومت تاجیکستان و اخیراً اون صلح برباد خورد. دیگر در تاجیکستان نه صلح ماند نه وحدت ماند، نه تاجیک اصیل در تاجیکستان امروزه باقی. دیگر در تاجیکستان صلح وجود ندارد و چیزی که نباشد اون دیگر چه پایه‌اش مستحکم میکنید. امروز اون دولت‌های کفیلی که بودند از جمله روسیه، ایران و اتحاد اروپا، افسوس که اونها رو تافتند از تاجیکستان. اونها پروای درست هم میکنند، اونها که پروای تاجیکان دارن وقتی تاجیکان خودشان پروای خود ندارن. صلح که نیست، پایه اون از کجاست که ما پایه اون استوار کنیم؟ می باید یک وحدت ملی نو، صلح ملی نو ایجاد کرد، ولی اون را با کی ایجاد میکنی؟ با عهد شکنایی که عهد شکسته بودن، اونا قسم خوردن. تا جای من میدونم در پایان شرطنامه حتی به نام خدا قسم خورده بودن که صلح نمیشکنن، ولی صلح شکستن. من این چی گفتن نمیتونم. اون کفیلان صلح کفیل نیستن. حکومت تاجیکستان از رو گرداند از این شرطنامه صلح و وحدت. تشکر، سلامت باشید.